درود بینندگان محترم. نسل کشی خاموش، فریادهای خفه شده هزاره ها در سایه طالبان. در سایه حاکمیت گروه تروریستی طالبان، هزاره ها یکی از اقوام مظلوم و به دفاع افغانستان به طور سیستماتیک و بی‌وقفه در حال قربانی شدن هستند. حادثه ای که در 22 سنبله 1403 در کوتل خم سفید رخ داد، نمونه دیگری از نسل کشی وحشیانه است که علیه این قوم جریان دارد. 14 نفر از مردم بیگناه قریه قرفدال که تنها برای استقبال از زائران خود به مرز دایکندی و غور رفته بودند، به دست افراد مسلح به طرز فجیعی تیرباران شدند. این جنایت لکه سیاه دیگر بر دامن تاریخ افغانستان و سکوت مرگبار جهان است. این حمله تنها بخشی از یک زنجیره طولانی و مستمر از خشونت‌ها و کشتارهای هدفمند علیه جامعه هزاره است. از هر گوشه این سرزمین صدای مظلومیت هزاره‌ها بلند می‌شود، اما به نظر می‌رسد که جهان در برابر این جنایات با چشمان بسته و گوش‌های کر عمل می‌کند. بی‌عدالتی و سرکوب به عنوان سلاح‌های اصلی طالبان و گروه‌های تروریستی وابسته به آن همواره علیه هزاره‌ها به کار گرفته شده‌اند. این گروه که خود یکی از نمادهای خشونت و ترور در جهان است، نه تنها مسئول این کشتارهاست، بلکه با وقاحت تمام مسیر برای تداوم آن هموار کرده است. در دایکندی به غور اجساد بیجان مردم بیگناهی که تنها به جرم هزاره بودن کشته شده‌اند در برابر دیدگان خانواده های داغدارشان قرار دارند. در خانه های محقر قریه های هزاره نشین صدای ناله های مادرانی که فرزندانشان را از دست دادند به گوش می رسد. این فریادها هرچند بلند و سوزناک است، در دنیایی که از عدالت تهی شده است پژواکی ندارد. اما چرا جهان در برابر این نسل کشی خاموش و ساکت است؟ سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند، کجای این فاجعه انسانی ایستاده‌اند؟ هر روز که می‌گذرد جان هزاران نفر در افغانستان به ویژه هزاره‌ها در تهدید است، اما پاسخی به این خونریزی‌ها و جنایت‌های ضد بشری داده نمی‌شود. نسل کشی هزارها نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی است، بلکه چالش بزرگ برای وجدان بشری است. جهان نمیتواند و نباید این جنایات را نادیده بگیرد. سکوت در برابر این وحشیگری ها به معنای همدستی با آنهاست. امروز هزارها در آتش ظلم و خشونت می سوزند و فردا اگر اقدام جدی و فوری صورت نگیرد، این آتش دامان تمام منطقه و جهان را خواهد گرفت. ما از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی قاطعانه می خواهیم که این نسل کشی خاموش را به رسمیت بشناسند و اقدامات فوری و عملی برای توقف این فجایع انجام دهند. جامعه هزاره دیگر نمیتواند بهای سنگین این بی‌عدالتی ها را بپردازد. تشکر از اینکه تا پایان با ما بودید.